استاد لطف میکنید برای ما در مورد خواص هندوانه ابوجهل یا هنزل توضیحاتی رو بفرمایید؟ هندوانه ابوجهل، هنزل اسمای زیادی داره. چی باروال، خربوزه روباه، هنزل، اجاف، فنگ، خیارگرگو، القم، دوقیسا، قصاء النعام، ارغلوس، خدمت شما عرض کنم شرنگ، کوت، ملیا، خیلی اسمای مختلف داره. ولی هنزل و خربوزه روباه و هندوانه ابوجهل معروفه. مضراتی داره. دقت کنید در قدیم از هندوانه ابوجهل برای اینکه کسایی که قند خونشون بالا بود بیارن پایین استفاده می‌کردن. خودسرانه استفاده نکنید. زیاد استفاده کردن برای قند خون ممکنه که سمی کنه، برای قلب اثرات سمی بذاره روی قلب، روی کبد، دستگاه گوارش. یا کسایی که دارن داروهای قند مصرف میکنن اگر استفاده مشترک بکنن، همزمان استفاده کنن، یه دفعه میبینید که تداخل دارویی داره، قند یه دفعه افت پیدا میکنه. استفاده زیاد از حد هندوانه ابوجهل یا هنزل به صورت خودسرانه اول درد شکمی داره، استفراغ داره، اسهال خونی داره، ولی بعد ممکنه ضعف و قش و اختلالات حسی و سرگیجه و هذیان گفتن در درون کسی که زیاد استفاده کرده ایجاد بشه. مضاف بر این که راش پوستی هم ممکنه آلرژی هم بده. خانم‌های باردار و شیرده استفاده نکنن. طبع این هندونه گرم و خشکه. طبع این هندونه گرم و خشکه. اونایی که گرم مزاجن استفاده نکنن، کم استفاده کنن. کسایی که بیماری کبدی دارن ازش استفاده کنن. هندونه ابوجهل یه آنتی بیوتیک قویه. درد سیاتیک، درد روماتیسم، دردهای مفصلی، نقرس رو میتونن با روغن میوه هندونه ابوجهل استفاده کنن، بهتر میشه. مسهل، یک مسهل خیلی قویه، عرضم حضور شما خلط بلغم رو از بدن خارج میکنه. کسایی که دندون درد دارن میتونن ریشه عرضم حضور شما هنزل رو تو سرکه بپزن، تو دهنشون مزمزه کنن. کسایی که جذام دارن از روغن هنزل روی پوستشون استفاده کنن. کسایی که واریس دارن روغن هنزل رو روی رگ‌های واریسی پا بزنن، بمالن. کسایی که سم مار یا عقرب در درون بدنشون، البته سم رو در آوردن، اثرات سم تو بدنشونه، میتونن از دمنوش ریشه هنزل استفاده کنن. کسی که سردرد و درد شقیقه و فلج و لغوه و سر دارن از هنزل میتونن استفاده کنن. اگر کسی گوشش ورم داره یا سوت میزنه، صدا میاد تو گوشش، 1 قطره تا 3 قطره روغن هندونه ارزم حضورش ابوجهل یا هنزل رو تو گوشش بریزه، 5 دقیقه نگه داره و بعد 10 دقیقه رو همون گوش بگیره بخوابه. روغن هنزل برای ریزش مو بسیار عالیه. کسی که میخواد موش از سفیدی برگرد به حالت سیاهی میتونه داخل هندونه ابوجهل رو سوراخ کنه، دانه ها رو بیاره بیرون، روغن زنبق رو بریزه توش، باز ببنده، بذاره تو آب جوش. وقتی که پخته شد از روغن به دست آمده خضاب کنه، یه مثل رنگ مو میمونه، استفاده کنه. اگر احیانا از هنزل استفاده کنی جریان خون روی مغزتون بهتر میشه، توی بدنتون هم بهتر میشه. اگر کک آمده تو خونتون، تو اتاق، میتونید برگ هنزل رو یا هندونه ابوجهل رو خوش شده پودر کنی بریزید کف زمین. برای خارش پوست دست شما میتونید پودر برگ هندونه ابوجهل رو با ماست مخلوط کنید. اگزما، خارش پوستی، سرخ شدن، التهاب رو از بین میبره. کسایی که سکته مغزی کردن بهتره یه نخود ارزم حضور شما هنزل رو با نشاسته مخلوط کنن، در هفته 1 بار استفاده کنن. خب 1 بار در هفته استفاده کنن. یا اگر احیانا میخوان قندشون بهتر بشه، کم بشه، همین نخود رو با نشاسته مخلوط کنن، در هفته 2 بار استفاده کنن. این مختصری از خواص بسیار زیاد هنزل، هندوانه ابوجهل که اسامی دیگه هم عرض کردم. ممنون است.